سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 17 دکبر همراه شما. امروز در شهر دوشنبه محاکمه دادگاهی شهرت قدرتوف یک وکیل دفاع شناخته برگزار شد که او را بر رشوه‌ستانی و تقلبکاری متهم می‌کنند. شهرت قدرتوف که از حقوق زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و صاحبکار زندانی حمایت می‌کرد، ماه ایول امسال با اتهام گرفتن رشوه و یا میانه‌روی برای دادن رشوه و یک دادرس دستگیر شد. هرچند محاکمه او باز است، ولی به خبرنگاران اجازه ندادند که به تالار دادگاه وارد شوند. شهرت قدرتوف و طرفدارانش میگویند که او بیگناه است و مقامات انتظامی تاجیکستان برای حمایتش از زید سعیدوف و تنقید زیادش از حکومت تاجیکستان شهرت قدرتوف را دستگیر کردند. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حزب آنها شانس دارد در انتخابات آینده پارلمانی صاحب کرسی‌های بیشتر بشود. او روز 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر انتخابات عادلانه و دموکراتی صورت بگیرد ممکن است حزب نهضت رأی بیشتری مردم را به دست بیارد. حالا این حزب در پارلمان تاجیکستان 2 نماینده دارد و برای شرکت در انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان که قرار است روز 1 مارس برگزار شود آمادگی میگیرد. خورشید همدم همکار ما در دوشنبه در این باره و موضوعهای دیگر با محیدین کبیری صحبت کرد. پایین آمدن قرب روبل در روسیه بعضی از ساکنان تاجیکستان را به تهلکه انداخت که خود را به نقطه‌های تبادل ارز زدند و شتابان روبل‌های خود را به سامانه عوض می‌کنند. صرافی که می‌بینید در یکی از کوچه‌های مرکزی دوشنبه است و در اینجا 1 روبل را در عوض اندکی بیشتر از 7 درم عوض می‌کنند، هرچند در بسیاری از صرافی‌های دیگر 1 روبل برابر 6.6 درم است. از بس که مهاجران زیادی تاجیک در روسیه کار می‌کنند، بسیاری از مردم در برابر دلار آمریکایی روبل روسی نیز دارند. پایین آمدن قیمت نفت و تحریمات کشورهای غربی به اقتصاد روسیه ضربه سخت زد و روز 17 دکبر 1 دلار به 77 روبل برابر شد. بنا به گزارش‌ها پایین آمدن قرب روبل میتواند سبب کاهش انتقال پول مهاجران به تاجیکستان نیز بشود. در شهر دوشنبه آزمون جمهوریوی در بین خبرنگاران در موضوع از بین بردن تبعیض نسبت گرفتاران بیماری ویچ اسپید و یا نارسایی مسئولیت بدن خاتمه یافت و غالبان آزمون را اعلام کردند. محمد علی اکرموف، شمی گل امینوف و صالح زاده برای گزارش تلویزیونی درباره بی‌احترامی به گرفتاران بیماری نارسایی مسئولیت بدن صاحب جایزه شدند. از خبرنگارانی که در رسانه‌های چاپی کار می‌کنند، هرمگل قادر، فرنگیسی مظفر و تهمین عبیدالله و جایهای افتخاری را به دست آوردند. در بخش برنامه‌های رادیویی درباره تبعیض گرفتاران مسئولیت بدن در تاجیکستان، فرخ زیایف از رادیوی دولتی تاجیکستان، شایسته رشیدوف و شهلای گلخواجه خبرنگار رادیو آزادی پیروز شدند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.